خوش اومدین به چنل محضر تی رکس انرژی. امروز هم اومدیم با یک ویدیو دیگه خفن جذاب و حساس. امروز اومدیم با مقایسه نبود آقا، اومدیم با تحلیل بررسی دربی. بچه‌ها عذرخواهی می‌کنم ویدیو رو قرار بود روز دربی بدیم بیرون، اما متاسفم واقعا عذرخواهی می‌کنم. اینطور ویدیو قبلی مقایسه پلی‌استیشن 60 و پلی‌استیشن 3 رو خیلی بهم دیر رسون، عذرخواهی می‌کنم. و به چنل ما 18 تایی شد. آره دمتون گرم که کامنت میذاری، لایک میکنی و سابسکرایب میکنی. ای تو یه عدد 18 بنداز اینجا. ادیتور دمت گرم که یه عدد 18 میندازی اینجا. به دمتون گرم. شو داخل کامنت ها برای ادیتور فوش بنویسید که ویدیو رو دیر رسون. ناموسن مرسی بابت فوش دارتون. خب امروز من با تحلیل بررسی دربی اما خواهش بگم که لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. کاری نداره میزنی و من سابسکرایب میشم. بزن بریم سراغ تحلیل بررسی دربی. خب برعکس امروز آمدیم با تحلیل بررسی دربی. اول اصلا بگم که داور مسابقات آقای وحید کاظمی بود. خود اصلا دربی نبود که بخواد داوری کنه، مثلا بگیم اوه خیلی حساس و تو همون نه. و داور وحید کاظمی پیش بینی هایی که من داخل سایت دیدم 49% گفته بودن پرسپولیس برنده میشه، 44% گفته بودن استقلال، مساوی 7% که بازی هم در نهایت 0-0 مساوی شد. بازی بدی بود خداییش نسبت به دربی قبل. خوب نه. بریم سراغ آمار دربی. پرسپولیس و استقلال. شوت پرسپولیس 7 داشته در کل، استقلال 8. داخل چارچوب استقلال 4 داشته، 2 پرسپولیس. یعنی شوتای دو چارچوب کل شوتای تو رو 6 بوده. چه دربی آخه، چه دربی. مالکیت 59% پرسپولیس بوده. پرسپولیس اسمار نشون داده که کلا میخواد مالکیت تو در اختیار داشته باشه. 59% پرسپولیس، 41% استقلال. شوت‌های بلوکه شده 2-2 بوده و سیو های گلرها پرسپولیس 4 دروازه‌بانش سیو داشته، استقلال 3 کورنرها پرسپولیس 3 استقلال 1. چه آمار سردی، چقدر آمار سرد و بدی بود واقعا. یعنی یک دربی مزخرف رو دیدیم و چه دربی بود واقعا. یعنی اول از همه این که ورزشگاه آزادی رو درست نکردن و کاشکی اصلا دربی هایی که داخل ورزشگاه آزادی یه چیز دیگه است. اصلا دربی هایی که داخل ورزشگاه آزادی برگزار میشه یه چیز. امیدواریم که شرایط هر دو تا تیم خوب بشه و به عنوان یه پرسپکتیو واقعا راضی نبودم از دربی. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. ویدیوی بعدی رو داخل کامنت ها بگو چه ویدیویی بگیرم. مرسی که چنل رو ساب میکنی. ادیتور کامنت برتر افترم بذار اینجا. مرسی که تا اینجای ویدیو دیدی. تا ویدیوی بعدی فعلا.